خب بچه عزیز اومد اینجا که تست آبپنجشی داریوان 2 رو داشته باشیم. هم ببینیم کدومشون زودتر روشن میشه. همه کلا تو شرایط عادی قرار دارن، زیادم فرقی هم ندارن. اگه دوتاشون جمع نمیاره خب اینا رو بگید ولی خب نوروری شده. ببینیم باز کنیم زودتر میکنم. نه برابر نبود، یه بار دیگه تست اون اصلا خوابه. یه بار دیگه نگفته به من دقیقاً که دکترش به اجازه میده میتونه کمش کنه. ببین اینجا 3 تا حالتش بده. این دفعه دیگه در جریان باشید که پردازنده داریا 2 از A56 قوی تره، با اینکه ایرانی چینیه ولی زورش میچره به گوشی ویتنامی.